من امروز به یکی از مراکز زیبایی فیشل بیوتی در شهر کابل، البته در شهر نو آمدیم و خواستیم یک گزارش ویژه برای شما عزیزان تهیه کنم. و این ماشین میتونه کنونی مشکلاتی که در قسمت های زیر پوست هست و به چشم دیده نمیشه او را کاملا به شکل واضح برای شما در اسکرین نمایش بده. به نام یاد خداوند. سلام هموطنان عزیز، انشالله که خوب و صحتمند و سرحال باشین. شما را خوش آمدید میگم به گزارش ویژه امروزی خود. من امروز به یکی از مراکز زیبایی فیشل بیوتی در شهر کابل، البته در شهر نو آمدیم و خواستیم یک گزارش ویژه برای شما عزیزان تهیه کنم و این گزارش را اختصاص دادیم به خدمات هایدروفیشل. این که خدمات به خاطر پاکسازی شفافسازی پوست است. میخوایم معلومات کلی را درباره پروسه هایدروفیشل برای شما عزیزان تهیه کنیم و معلومات بیشتر در رابطه با این خدمات ارائه بکنیم. گزارش را تا پایان بیننده باشین، چون من از مسئول این مرکز سوالات می داشته باشم در رابطه با جلسات هایدروفیشل، اینکه چی خصوصیات داره هایدروفیشل، چقدر برای پوست مفید است و چی مشکلات پوست را میتونه برطرف کنه. شما چند تا تصویر بیننده باشین، گزارش خود را ادامه میدیم. بیننده های عزیز، ما در کنار مسئول مرکز زیبایی فیشل بیوتی هستم و سوالاتی در رابطه با دستگاه جدیدی که برای زیباسازی پوست اینا وارد کردن میپرسیم. در نخست سلام، چه حال دارین؟ خوب هستین؟ تشکر. سلام بر شما و یک سلام هم به بیننده های عزیز. میشه خدا یک معرفی کوتاه و مختصر داشته باشین تا معرفت حاصل کنه بیننده های ما؟ ما یک تن از مسئولای امین مرکز فیشل بیوتی هستیم و اینجا کار میکنم. اسمتون؟ مختار جان. شما مسئول مرکز زیبایی فیشل بیوتی هستید؟ بله. خب میشه برای ما در رابطه با این دستگاهی که تازه شما اینجا آوردین معلومات بدین؟ این دستگاه کارکردش چیست، چی خصوصیات داره و بیشتر به کدام بخش استفاده میشه؟ ما یک ماشین جدید هم 2025 اسم ماشین هایدروفیشل 2025 است، از خارج آوردیم، جدیداً به بازار عرضه شده. فقط ما در این ماشین پاکسازی صورت میکنیم، شفافسازی صورت، سفید پاکسازی است، شفافسازی است. فقط در یک جلسه زمانتی زماوری کار میکنیم. بخاری پوست داشته، زیر پوستی داشته باشد، دانه سر سیاه که داشته باشد پوست و امیلیا وایت هید، بلک هید، هر آن چیزی که داشته باشد توسط همین ماشین انجام میشه. بسیار خوب. وطن داره یک روش مدرن برای پاکسازی و شفافسازی صورت، خصوصا جوک‌هایی که چرب هست و مشکلاتی مثلا جوش و بخار دارن میتونن که با دستگاه مشکلات خود را برطرف کنن. حتی لکه‌های صورت هم میتونه از بین بره. لکه‌های صورت هم داشته باشد، در جمله شفافسازی، پاکسازی و از پاکاری صورت تماما که میشه. بخارایی که داشته باشن، بخارای زیر پوستی، سرپوستی، لکه ها تمامش پاک میشه و دانه های سر بینی که باشد. خودتان میبینید که زیادتر از مشتری ها مریضای ما شکایت دارن از دانه هایی که سر بینیشان است یا جوش میباشه یا لکه میباشه. ما تا فقط در یک جلسه زمانتی زماوری برای مشتری ما عرضه میکنیم. بسیار خوب. وطن داره کسایی که مشکلات دارن، مثلا همون لکه هایی که بالای بینی هست سیاه هست، اونا رو میتونن همچنان برطرف بسازن و همچنان لکه های زیر چشم هم میتونن از بین ببرن و سیاهی که زیر چشم پیدا میشه ما او رو در یک جلسه برای مریضای ما حلش میکنیم. در رابطه با چین و چروک صورت بگویم، بعضی ها در قسمت پیشانی چین دارن، بعضی ها در قسمت های زیر چشم چین دارن، اینا رو میتونه این ماشین برطرف کنه؟ بله. چین های سطحی که داشته باشن، قسمت های بغل چشم میباشه، زیر چشم میباشه و قسمت پیشانی که میباشه میتوانیم توسط همین ماشین جدید هم که وارد بازار شده توسط حلش کنیم.
خب اگر یک شخص مثلا این مشکلات را داشته باشه بخواد که پیش شما بیاد چند جلسه ضرورت است تا کاملا یک صورت شفاف و پاک داشته باشه آری از این مشکلاتی که هست؟ فقط از ما فقط یک جلسه کار ضمانتی است از ما. فقط یک جلسه پیش ما بیاین، فقط ما در یک جلسه برش کار میکنیم، خوب میشه. در یک جلسه تضمینی است. بله. وطندارا شما که مشکلات را دارین نزد مختار جان بیاین در شهر نو، میتونیم که مشکلاتتان را فقط در یک جلسه از بین ببریم. و در رابطه با این پروسه بگیم پروسه دردناک است یا درد نداره؟ شاید اکثر وطندارا احساس بکنن که این پروسه زمانی که روی جلد انجام میشه ممکن که درد داشته باشه در قسمت های پوست یا سوزش داشته باشه. یا سوزش داره نداره؟ نه درد داره، نه سوزش داره، نه کدام چیز دیگه داشته باشه. فقط سطح جلد میباشه، بالکل کار میشه، هیچ فقط آرام کار برشان میکنیم، هیچ مشکل برای پیششان نمیاد. بدون درد است وطندارا، بدون سوزش شما راحت میتونن بیاین و جلد پاک و صفا و تمیز داشته باشین. خب در کنار از این موضوعات هایدروفیشال این ماشین چند کاره هست؟ این ماشین ما 14 کاره میباشه. 14 کاره. و این اسکرینی که اینجا هستی به خاطر چی؟ این اسکرین فقط جلدایی که منتحب که باشه یا جوش هایی که داشته باشه، سر صورت که باشه، این قسمت ما مشاهده میکنیم چه رقم جلد یکشان می باشه یا دست جلد که باشه ما بیشتر نشان میدیم، به کاملا نشان میده چقدر جلد منتحب شده باشه یا دیگه نشان میده. مثلا داره منافذ پوست اکثر اوقات به خاطر جلدی پوست همین مشکلاتی که مثلا چربی پوست داره بند میشه و این ماشین میتونه که اون مشکلاتی که در قسمت های زیر پوست هست و به چشم دیده نمیشه او را کاملا به شکل واضح برای شما در اسکرین نمایش بده. و در کنار از یک سوال دیگر که من دارم، فرق ماشین هایدروفیشال با فیشال ساده در چیست؟ در گذشته ها بیشتر از فیشال استفاده میکرد. فیشال ساده 7 کار انجام میده، 7 کار بسیار کم میباشه. ماشینی که جدیدن به بازار که ما آوردیم عرضه شده که ما به اینجا آوردیم 14 کار میباشه. این 14 کار است و این 7 کاره. بله. یک چند کار میکنه، این دو چند کارایی از رو میکنه. دو چند، یعنی تاثیراتی که هایدروفیشال دارن نسبت به فیشال های قدیمی بیشتر است. میتونیم اون قسمت ما 7 کاریش هم داریم، دیگه میتونم دیگه ها 7 کار است و اینش 14 کار است. 14 کاره. و در قسمت تخفیفاتی که شما دارین، یک جلسه اگر یک هموطن ما نزد شما بیاد حدود چقدر هزینه بر میبره که مثلا یک جلد پاک و صفا و تمیز داشته باشه بدون بخار، بدون لکه های صورت و چین چروکی که هست؟ ما دیگه فقط قیمت ما میباشه 1000 افغانی، ماشین 14 کاره میباشه. ماشین 14 کاره برش اجرا میکنیم 1000 افغانی. و ماشینی که 7 کار میباشه 500 افغانی برش کار میکنیم. با ماشین 14 کاره 1000 افغانی و با ماشین قدیمی البته هم فیشال ساده که است 7 کاره است ممکن که نتایج کمتر داشته باشه، او باز قیمتش 500 گفتیم 500 افغانی 500 افغانی است. خب وطندار حتما او هم در بخش تصویر می داشته باشیم، شما باز میتونید تصویر ماشین 7 کاره گفتیم او هم میتونید در جریان همین مصاحبه ببینیم. خب در رابطه با این بگویم که حدود چقدر وقت را در بر میگیره یک جلسه؟ یک جلسه 2 ساعت در بر میگیره. 2 ساعت، یعنی یک کسی که تازه میاد با تمام همین پروسه 2 ساعت وقت خود را بگذاره، بعد از 2 ساعت نتیجه انشالله که معلوم. بله، بعد از 2 ساعت کار میکنیم برش 2 ساعت بعد خلاص میشه. خب زمانی که مثلا این پروسه تکمیل میشه نتایج همین پروسه فوری است یا بعد از چند روز باز قابل مشاهده؟ دیده میتونه همون لحظه که بعد از 2 ساعت خلاص میشه مریض که هایدروفیشال انجام دیده میتونن ببینن در چشم خود چقدر تغییرات در جلدشان آمده و در جریان کارم میتونن مریضای ما ببینن چقدر ما برشان کار میکنیم، جلدشان چقدر تغییرات میارشان. بدون شک انشالله که وطنداران اینجا مراجعه کنیم، مختار جان در خدمتتان هست. واقعا زحمت میکشه و شما خودتان میبینید چهره خودشان را اینجا که مرکز زیبایی دیگه سر خود هم کار کردن. خب در رابطه با این بر ما بگویم که مثلا بخشین وطندارا اگر یک هموطن ما مثلا بخواد که اینمی پروسه را انجام بده کدام مشکلاتی که در صورت داره این مشکلاتش حل میشه؟
مشکلاتی که چربی که صورت داشته باشه، جوش هایی که داشته باشه، بخار داشته باشه، دانه های سر سیک سر بینی داشته باشد یا زیر چشمشان سیاه می باشه، چین چروک سطحی زیر چشم یا بغل چشم می داشته باشه، یا در پیشانی های پیشانی که می داشته باشه که میشه و دیگه انتاناتی که در جلدشان وایت هید بلک هید و تمامش از بین میره. وایت هید بلک هید این چیزایی هستن که امیلیا می داشته باشن. بلک هیدش هم همین چیزایی هست که دانه های سر سیاه هست از جلدشان ریموف میشه. بسیار خوب. این مشکلات اگر در پوستتان هست یا حس میکنین حتما اینجا باین مشکلاتتان برطرف میشه. و در رابطه به این بگویم که بعد از این پروسه وقتی مثلا پروسه هایدروفیشال روی یک پوست تطبیق میشه، باز او هموطن ما کدام کارها را بعد از او باید انجام بده به خاطر مراقبت از پوستش؟ مراقبت میتونن از آفتاب استفاده کنن، از فیس واش هایی که ما برشون میتیم همون از اون استفاده کنن. یعنی بعد از مراقبت باید از ضد آفتاب استفاده کنیم و فیس واش. و دیگه نوشیدن آب هم خیلی مهم است. بله، روزانه 8 گیلاس آب باید استفاده کنن. یگانه چیزی هست که بگویم یه خود طبیعی است. اگر چقدر آب بیشتر بخوریم جلد ما روشن میشه، خوبتر میشه. خب توصیه شما به عنوان یک متخصص زیبایی چیست؟ یک هموطن ما اگر خواسته باشه یک پوست شاداب و شفاف داشته باشه چه کارهایی را باید انجام بده؟ معمولا در روزی که ضد آفتاب استفاده کنن، از فیس واش استفاده کنن، زیادتر از چربی استفاده نکنن، دیگه تندی هم استفاده نکنن. مثلا من جلد بسیار چرب دارم، همین که تندی را میخورم بخار به صورتم میبره و میتونی صورت من را ببینید کلا چرب است و همچنان داغای یا لک‌های بخار هم در صورتم مانده. مشکلات من میشه در این هایدروفیشال برطرف شون؟ خیلی 100% ما فقط گفتیم دیگه اول هم براتون گفتیم فقط در یک جلسه آنی براتون میتونید خودتون ببینید که فقط در یک جلسه هایدروفیشال ما انجام بدیم. فقط دائمی کارم است. هموطنان عزیز، مرا علاقه‌مند ساخته مختار جان تا ما این پروسه را تجربه کنم. شما بیننده گزارش ما تا پایانش باشین. گزارش واقعا جالب است و همچنان به شکل عملی ببینیم که پروسه هایدروفیشال چه شکلی است، چگونه اینا بالای پوست کار میکنن، چطور مشکلات پوست را از بین میبرن و بعد از این پروسه پوست چی نتایجی می داشته باشه. همه رو به گزارش همچنان بیننده باشین. ما میریم که این بخش را عملا تجربه کنیم و نزد مختار جان به خاطر اینمی آمدیم که معلومات داشته باشیم در رابطه با هایدروفیشال و همچنان مشکلاتی که در صورتم هست میرم مختار جان انشالله که از بین بیاد. انشالله فقط در یک جلسه خودتان میبینید که چقدر تغییرات میبینید. نه چربی دیگه در جلدت است، نه داغ است و بخار است، هیچ چیز از جلدتان بینده ها میتونن ببینن که جلد خود چقدر مشکلات داره و بعد از انجام دادن هایدروفیشال 14 کاره فقط در یک جلسه چقدر نتیجه میگیری خودت. جلد برعکس ما را پایان نیار که مشکلات پوست ما را گفتی زیاد است. خب هر حالتش وطن داره مشکلات داره پوست همه ما و شما، چون ما در فضای هستیم که مثلا دود است و خاک است و گرد است. در کنار از غذاهای استفاده میکنیم که برای صحت ما اصلا مفید نیست. به خاطر از این مشکلات پوست ما بیشتر هست. انشالله که به این جلسه میبینیم که این هایدروفیشال چقدر تاثیر داره. پس شما بیننده گزارش ما تا پایانش باشین. گزارش ما همچنان ادامه دارد. وطندارا فعلا ما در جریان پروسس هایدروفیشال هستیم. شما بیننده باشین در رابطه با این پروسس در جریان برنامه همچنان معلومات میتیم. مختار جان شروع کنیم بخیر. شروع میکنیم انشالله بخیر. معلومات هم بتیم که باز وطندارای ما بیننده هستن بفهمن پروسه چگونه اجرا میشه. بیننده های عزیز شما میتونید به اسکرین ماشین 14 کاره هایدروفیشال ببینید که چیزایی که الگوهایی که در زیر پوست است و چشم دیده نمیشه، اما در ماشین هایدروفیشال 14 کاره میتونید به اسکرین دید که چقدر هولدگی داره. این ماشین تون چی نام داره بس؟ این کمری هست که میتونید دید هولدگی هایی که زیر پوست است کلش به اسکرین دیده. بله چقدر جلد منتحر و هولدگی داره تمامش به اسکرین دید.
ما کار رو شروع میکنیم. مایکرو درمانبریژن هست. مایکرو درمانبریژر وظیفه باز چی است؟ این مایکرو درمانبریژن وظیفه از این هست هر آن چیزی که زیر پوست باشه، چربیایی که زیر پوست باشه، بخارایی که زیر پوست داشته باشی، تمامش کشف میکنه، مکش میکنه. وطندارا کدام سوزش تا فعلا احساس نمیکنیم. از این نظر شما هم راحت باشین، اشتراک کنین به خاطر زیبایی صورتتون. مختار جان نه تنها سوزش نداره، لذت بخش هم هست. طبعا راحت هستین انشالله. راحت هستیم این کارتون اجرا کنیم. پروسیجر ما ختم شد. مرحله دیگه می‌بینیم. این مرحله چی نام داره؟ این مرحله اسکرابر است. اسکرابر تمام چیزی که سر صورت داشته باشی، دانه های سر سیاه سر بینی می داشته باشی، توسط از این ماشین کلش می توانیم بکشیم. این قسمت های سر بینی تمامش و توسط همین دستگاه اسکرابر بیرون بشه. آها درست. وطنداری بخشم کدام سوزش نداره اسکرابر، اما بسیار اندک فشار داره دیگه، راحت بشین شما. البته این بخشم کدام خطر نداره، تا فعلا خب من احساس خطر نمیکنم. دوستان شما میتونین ببینین که از جلد چقدر چیزا از جلدشان بیرون شده. توسط ازی این مرحله شان تمام شد. مرحله بعدی میریم. 14 مرحله رو باید طی کنیم. بله یا 14 مرحله باید طی شود. این مرحله چی نام داره؟ این مرحله هست که تمام قسمت هایی که زیر پوست میرک ها یا رک هایی که می باشه توسط یک کمک برقک داره، کمی شاک داره، جریان خون پوست زیر پوست جریانش زیادتر میکنواش و هر آنچه جریان خون بیشتر شود و پوست هوا آنقدر جلد شفاف و روشنتر میشه. بدون شما این مساج است وطنداری واقعا لذت بخش است. مرحله هم تمام شد. مرحله بعدی شروع میشه. در این باره ببین این همچنین مساجرش جلد هسته. احساس سردی داره. بله یا بله. بخارایی که داشته باشی تمام میشه. اسم از این مرحله چی میمون؟ این مساجر است. مساجر. وطنداری مساجر سرد است. شما در صورتتان میتونید احساس سردی داشته باشید.
صورت میریم. اسمی باز دو؟ آیس هیت می باشه. آیس هیت؟ آیس هیت می باشه، سرد است. آیس هیت. بله. آها. این مرحله هموطن داره اما احساس سردی رو نداشته باشین نسبتا بیشتر شبیه که یک یخ روی صورتتان امروز یخ مساج بتین. همونطور که پیداست که یخ با آب یخ سرد کردیتون و جلدتون اما قدر جلدتان شفاف و روشن میشه. این همچنین همون طریق هست. یعنی ما امروز آب سرد بیشتر جلد خود را باید بشیم؟ بله. هوا گرم چینی چروک بیشتر میکنه و آب سرد که میباشه نه شفاف و تازه میسازه؟ روشن میکنه. بله. بیشتر از آب سرد استفاده کنیم نه آب گرم. یعنی خود مسامات جلد و چینی چروک با وجود که میاد توسط آب گرم میاد. توسط آب گرم. بله. از کدام کریم ها استفاده کنیم؟ شما میشه توصیه کنیم؟ اما باز کریم هایی که هست زیادتر که استفاده باز پیشخواه نمی باشه باز توصیه میکنیم میتونن بگیرن مشتریای ما. مثلا شما میتونین برای هموطن ما بگین کدام کریم ها؟ کریم های آبرسان، هایرونیک اسید و چیزا کریم هایش رو میتونن از او استفاده کنن. در نظر مواد بهداشتی بسیار زیاد شده. بله بین اصلی و تقلبی است نمیتونه فرق بکنه. باز مشخصا باز جاهایی هستن ارگانیک میباشه خوبتر میباشه باز ما برشان نظمون قسمت میگیم بگیرن. باز زیادتر جاها هست که از هر جای بگیرن و قدر تاثیرش باز خوبتر نیست. باز جایی که ما داریم میتوان از اونجا آدرس بگیرن از اونجا مراجعه کنن از اونجا بگیرن. اسم این مرحله؟ این حلقه هایی که زیر چشم تاریک می باشد این روشنش میکنه. سیاهی می باشد توسط این دستگاه های التراساوند می باشد توسط این ریموو میشه. نمای بسیار مشکل داره. بخدا آفرین میتون شما حفظ کردین اسم رو. مسلک ماست. این دیگه کلان همه حلقه های زیر چشم از بین میباره روشن‌تر میکنه. برطرف میکنه تمام حلقه های سیاهی که زیر چشم میباشه. همه کدام موارد باعث میشه که زیر چشم حلقه سیاه بیفته؟ بیشتر موبایل کار کنن، کامپیوتر، بیخوابی اون تاثیرش هضمی میباشه. حالا زیادتر از مردم ما موبایل استفاده میکنن یا ساحه کاری که کامپیوتر میباشه استفاده میکنن یا بیخوابی میکنن یا میخاطر به وجود میاد حلقه های تاریک زیر چشم. نظر به تجربه که داریم مشکلات پوست ما چند فیصد حس میکنیم؟ چند فیصد است؟ ماشاءالله خودت روباستی مقبول هستی دیگه. تشکر. خودت چیز مشکل خودت نداری دیگه. فقطا انشالله در یک جلسه خوب میشه. انشالله. جالبترین خاطره که در این مسلک داریم اگر میشه باید داشته باشیم با ما و وطندارای ما شریک بسازیم. خاطره جالب متاسفانه نداریم از دستای کاری. یا نگفتین همش خاطره جالب است کدامش باید داشته باشه؟ 100% هر روز ما پر از خاطرات میباشه. زندگی هر روز ما یک چیز نو تجربه. در رابطه با مشتریایی که اینجا میاین کسایی که مشکلات پوست دارن بعد از این پروسه رضایتشون چگونه است و چقدر رضایت دارن از مرکز زیبایی شما؟ از ما رضایت زیادتر دارن، حتی زیادتر دیدیم برشان ما کار کردیم یک جلسه برش گرفتیم فردایش یا دیگر پس فردایش دیدیم که نتیجه گرفتن حتی بیادر زاده یا دوستای خود آوردن به ایجا فیشل بیتی ما برشان کار کنیم کسایی که نتیجه گرفتن طبعا که یکی به یکی دیگه میگن حالا ما نتیجه گرفتم میتونی خودت به این قسمت
بدون شای. میگه کار خوب کن مشتری بیشتر. بالای پست ما هر چقدر خوبتر کار کنیم به این اندازه من کسایی را که میشناسم و رفیقات من اونا را هم تشویق میکنم پیشتون بره. اما یک نکته که باید است و نظر بگیریم تخفیف وطندارای ما را داشته باشیم، خصوصا کسایی که بیننده ویدیوز برای از اونا چی تخفیف داریم. میتونن ببینن پرسان کنن قیمت های ما بسیار زیاد متفاوت می باشه. دیگه جای هم از قیمت متفاوت در بازار ما کار میکنیم. بسیار خوب، خدا خیر نصیبتان کنه. درباره این مرحله نگفتیم. این هم که مسامات جفت که باشه تمام، مسامات موردی که باشه تمام شه از دوباره از این تمام. اینش خلاص شد. اینش امان بدن کار بدن شروع میکنیم. وطندارا چند مرحله را روی پوست انجام دادن، شما بخواه بودیم و تا هنوز ما کدام خطر را حس نکردیم. بعضی ها میگن که هایدروفیشل ممکن است که بر پوستتان ضرر داشته باشه که اصلا ضرر نداره و در کنار از این موضوع سوزش می داشته باشه که اصلا ما سوزش را حس نکردیم. مرحله بعدی را ببینیم مختار جان کنم مرحله را اجرا میکنه. این مایه چی نام داره؟ این مایه است که به سفیدسازی آبرسان هایلونیک اسید می باشه. همون چیزی که خودت بیشتر گفتی از کدام چیزا استفاده میکنیم. ما فعلا به خودت از این هایلونیک اسید آبرسان استفاده کردیم وجود خودت روشن و سفید و پاک صفا شود. این های معتبر و مشهور ما استفاده میکنیم. ما این رو بیشتر خارج مواد ما وارد میکنیم و به مریضای ما استفاده میکنیم. این سیروم های هست که تونره هست، سیروم های هایلونیک اسید میشه به جلد های استفاده میشه. سیروم است مختار جان؟ بله این که گفته بود. از بیش استفاده میکنیم. سیروم بدیست اینا همش سیروم است؟ سیروم است، تونر هاست. میتونی خودتان ببینیشه از که یه ما از خارج وارد میکنیم. سیروم‌های با کیفیت است وطندار از کمپانی‌های برند که اینا به خاطر زیبایی صورت استفاده میکنن و کیفیت خوب دارن. مرحله شام تمام شد. دیگهش هسته برای باشه. میتونن دوستا ببینن برند هایی که ما استفاده میکنیم.
همیشه در تمام قسمت ها میبینیم و جذب شود تمام قسمت جلد. نگاه برسونی بسیار عمیق. چقدر زحمت میخواد این پروسه ها رو پیشم. زحمت میکشیم تا مریض ما از ما رضایت داشته باشه. این هم از برند دیگه ماست که جلد شفاف و سفید میسازه. او به خاطر شفاف سازی و سفید سازی پوست. بله. مساج میشه موشتاز به جلد شود. اینجا عزیز میتونیم ببینید که از این ماکس و صورتشان استفاده کردیم. تمام صورتش را گرفتیم که ماکس اینجا عزیز شما که دیدین از این ماکس استفاده کردیم و خلاص شد تایمش برداشتیم و بعد از ماکس دومی استفاده کردیم و جلدشان میبینید تمام قسمت های صورتش استفاده کردیم. چند نوع ماسک وطندارا استفاده شد به این پروسه و با نتایجش شما بعدا باز میبینید. فعلا دیگه مرحله خوابسازی ماکس میباشه. اینجا شما میتونین ببینید وطندارا بعد از اینکه ماسک بالای صورت استفاده کردن فعلا پاکسازی دارن. بعد از این پروسه باز کدام پروسه است؟ بعد پروسیجر ماکس است. بازم ماکس؟ بله. این پروسیجر که گفتم VIP ما براتون انجام بدیم. تشکر. وطندارا بعد از این ماسک هم ماسک بعدی است. البته این پروسیجر VIP است. دوستان شما دیدن توسط ماشین ما تمام مسامات جلد که بود مواز کردیم و پاکسازی کردیم و توسط سیروما و ماکسا. حالا فعلا تمام مسامات جلد توسط سیروما و ماکسا بسته میکنیم که دوباره انسان مداخله نکنه که جلد بس آلوده نشه. فعلا دیگه در جلد حامد جان ماکس ویتامین ماندیم. یکیش به جلد خشک است، یکیش به جلد چرب میباشه. تا مدت 15 دقیقه ماندیم تمام ویتامین ها در جلدش جذب شود. 15 دقیقه در بر میگیره انشالله شفاف و مقبول میشه. بنده عزیز میبینین ماکس کافی و رنگ کافی است. به جلد حامد جان استفاده کردیم و مدت یک 15 دقیقه 20 دقیقه میمانیم تا خشک شود تمامش جذب صورتش شود. بنده عزیز ما با حامد جان ماکس بدیل استفاده کردیم که ویتامین C میباشه. این ماکس کاری چیزی از جلدش شفاف میکنه، روشن میکنه، چین چروک سطحی که داشته باشه، توریکی جلد که داشته دارک اسپاتش مکمل از جلد از یک گم میکنه. این ماکس پر از ویتامین میباشه.
بینده عزیز و حامد جان پیل آف ماکس گرین برش استفاده کردیم به جلدش که پر از ویتامین می باشه. فقط این ماکس ها را ما از خارج کلش وارد کردیم، با حال فعلا دیگه با حامد جان استفاده کردیم که تنها این ماکس ها در فیشل بیوتی پیدا میشه، این جای دیگه پیدا نمیشه. وطندارا این سال ماسک ها بخی از سر ما رفت، نمیفهم چند نوع ماسک را استفاده کردن و واقعا از ماسک های بسیار با کیفیت استفاده کردن که از برندهای مشهور جهان است و میگن که از این نوع ماسک ها در هیچ مراکز زیبایی تا هنوز استفاده نشده، فقط در فیشل بیوتی، البته در هایدرو فیشل VIP استفاده میشه. اما تو به حامد جان دیگه استفاده کردیم. ماکس بعدی پول لکتیس می باشه و رنگ صاف می باشه، برش استفاده کردیم. این هم از پر از ویتامین ها می باشه که جلدش جذب کنه کل ویتامین ها را. بینده هم یکی از سیروم های جوانسازی می باشه، فعلا دیگه صورت حامد جان استفاده میکنیم، دانه یکی می باشه، یک دانهش فعلا گرفتیم و فعلا استفادهش میکنیم. توسط ماساژ تمام صورتش میگیریم که جذب شود و تمام صورتش یک نتیجه فوق العاده بگیرن. هموطنان عزیز، شما همچنان بیننده گزارش ویژه ما از مرکز زیبایی فیشل بیوتی هستیم و فعلا مختار جان در مرحله بخار صورت است. مختار جان توضیحات بیشتر بدید. فعلا دیگه حامد جان فعلا روی بخار میکنیم. بعد از بخار که ختم شد ماکس مخصوص داریم بیشتر در که سیرومایی که استفاده کردیم در جلدت، ماکس هایی که استفاده کردیم و بعد بخار دادیم. بعد از بخار بعد ماکس مخصوص است که در جلدت استفاده میکنیم. این کاری از این است که تمام چیزایی که کار شده مکتوب میشه و جلدت کلش جذب میکنه، کلش جذب صورتش میشه، یعنی ختم پروسه است. ختم پروسیجر است. بله وطندارا، شما از ابتدا تا انتهای پروسیجر را بیننده بودیم و بعد از اینکه تمام ماسک ها را در صورت استفاده کردم، آخرین مرحلهش بخار بود. بعد از بخار این ماسک را در صورت هم گذاشتم به خاطر از اینکه این موادی که روی صورت استفاده شده جذب صورت شود. اینجا هم یک از ماکس های سیاه می باشه، هیرلیکس می باشه. فعلا دیگه در خیلی زیاد ماکس ها را کار کردیم. ما اینجا فعلا بازم برش بلک ماکس استفاده کردیم. بیننده های عزیز، دست کم پروسیجر 2 ساعت را در بر گرفت، چون مختار جان پروسیجر VIP را بر ما انتخاب کردن و در کنار از این از ماسک های متفاوت استفاده کردن که این آخرین ماسک است که در صورت ما استفاده کردن، ماسک گلدن است و واقعا حس بسیار خوب تانوز بر ما داده. واقعا مختار جان کارکرد بسیار خوب داشتن، راحت بودیم در جریان پروسیجر، کدام مشکل احساس نکردیم یا کدام سوزش در قسمت پوست هم احساس نکردیم و توضیحات بیشتر در بین ماسک را مختار جان براتون می‌دهد. این ماکس گلدن ماکس می باشه، می باشه برای جلد سفید و روشن میکنه. یعنی این ماسک جلد را سفید و روشن میسازه. بله، سفید و روشن میسازه. بیننده های عزیز، ما رسیدیم به پایان پروسه هایدروفیشل. شما دیدیم که مختار جان انواع مختلف ویتامین ها، تونر ها و حتی ویتامین تراپی بالای صورتم کردن. شما دیدیم که در ابتدا صورت ما مشکلات زیاد داشت، البته جاهایی بود که از بخار باقی مانده بود، لکه های پوستی بود و همچنان مشکلاتی که در پوست ما کلی زیاد بود. اما بعد از این جلسه 2 ساعته کاملا این مشکلات برطرف شد.
توصیه من برای شما این است که شما یک بار فیشل بیوتی را امتحان کنید. در یک جلسه مشکلاتتون کاملا برطرف میشه. البته جلسه‌ای که برای من گرفتن VIP بود، 2 ساعت را در بر گرفت، بیشتر از 2 ساعت را. و آدرس فیشل بیوتی شهر نو 4 یعقوب است. شما یک بار برید اینجا را امتحان کنید. واقعا از فضایی که اینجا داشت و واقعا احساس راحتی داشتم. فضای بسیار خوب دارد فیشل بیوتی، همچنان پاک و تمیز است، کارمندای بسیار خوب، رفتار بسیار خوب داره با شما وطندارا. انشالله که شما یک تجربه بسیار خوبی را می داشته باشین در فیشل بیوتی. یک تشکر خاص دارم از مختار جان که در جریان این پروسه با ما بودن و واقعا زحمت کشیدن. انشالله که در کسب و کارشان موفق باشن، خدا برکت بده. اگر خدا پیام برای وطندارا دارید، مختار جان هم در همیشه خوش و آرام باشین. میداید. خب وطندارا، رسیدیم به پایان گزارش امروزی خود. تشکر از اینکه تا این بخش گزارش با ما همراه بودین و ما را تا این بخش تنها نگذاشتین. اگر علاقمند همچون گزارش ها هستین، حتما ویدیو را لایک کنید، نظریاتتان را در بخش کامنت شریک بسازید و همچنان ویدیو را با دیگر دوستانتان شریک بسازید. بازم براتان یک توصیه دارم که شما حتما اگر میخواین که یک جلد صاف و پاک و عاری از بخار و لکه‌های پوستی داشته باشین، یک بار به هایدروفیشل مراجعه کنید. البته در مرکز زیبایی فیشل بیوتی این مشکلاتتان کاملا برطرف میشه و ناگفته نمانه که مختار جان و همکارایشان تخفیفات خاصی برای وطندارا در نظر گرفته، خصوصا در این شب روزی که عید قربان نزدیک است و محافل عروسی که نزدیک است. برای دامادا و کسایی که محفلای عروسی دارن واقعا یک جای بسیار خوب است. تفاوتش این است که با دیگر جاهایی که ما رفتیم دیدیم فیشل ساده است، یا مثلا شما میرین در یک جای فیشل ساده است که تغییر آنچنانی در پوستتان نیست، اما شما وقتی اینجا را امتحان کنید واقعا میبینید که تغییر کلی در پوستتان ایجاد میشه و این تغییر برای یک روز و 2 روز نیست، دوامدار است، برای چند مدت ادامه داشته باشه. تشکر از شما، سپاسگزار هستم. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.